ملا حسنی امروز صحبت نمیزنی از انتخابات، چون خود بگام ما گفته که انتخابات حساس مهم به هیچ کس اون راجع زیر نزند. خود من فقط صحبت میزنم، پس ما زیر نمیزنه، هر چی زیر میزنه فقط خود مقام ازماه. اما ملا حسنی صحبت میزنه از وضعیت عراق، چون که ملا حسنی نماینده ولی فقیه باید هر جای اونجا میسوزه همه میگوی آب میریزی، فریاد میزنی، پماد میزنی، فلان میکنی. عراق وضعش خیلی عجیبه. اون روز تلویزیون دیدم که مردم شعار میدهند، تظاهرات میکنند که مالک خداحافظ. من زود شستم خبردار شد، زنگ زدم به مقام ازما که مردم عراق میخواهند بروند جایها، دارند با مالک خداحافظی میکنند. مقام ازما نمیدانم چرا خیلی عصبانی شدی، فحش میداده این اون فحشایی که امام به خود مقام ازما میداده. من به ایشان گفتم که روایت داریم که اگر شما به یکدیگر احترام بگذاری، یکدیگر هم به شما احترام میگذارد. بحث عراق بوده، قراره که ما اینجا برای عراق دعا میکنیم، اما دعاهای ما 50% قبوله. چون مثلا همان بحث ایزه یک بار دعا کرده که خرپول میشه، خر شده اما پولدار نشده. من به مقام ازما گفتم که از قدیم گفتند که کار از محکم کاره درد نمیگیرد. برای عراق پلیس 110 بفرسته منزا که باز ایشان فحش داد که ما خودمان انتخابات داریم. من نمیدانم پلیس 110 کاندید میشوه چی برای انتخابات اونه میخواد، اما پلیس 110 خیلی مقتدره، از اونور تلفن تو را میبیند، مشکل حل میکنه. من خودم یک بار زنگ زدم گفتم که از ماشین من همه چیزش دزدیدند، یعنی گاز، ترمز، کلاس، فرمان، دنده همسن دزدیدند. اون پلیس گفته که ملا حسنی زنباله؟ گفتم بله. گفتش که شما برو اون صندلی جلو بنشین درست میشه. من تا نشستم صندلی جلو همه چیز برگشته بوده سر جای خودش. بس ایزی اونطور برای من دراز نگاه نینداز، آخه پرونده دست من بدبختی بنوا. تو همانه که یک بار میخواستی گوربنه میبره گم میکنی. گم که میگویم نه اون گم که آخونده داره ها، اون یکی گم که گوربنه میبره گم میکنی. البته همه میگویی که آخونده هم باید گم میشه، اما خلاصه اونو برده اون گوربنه که گم میکنه. اول برده اون کوچه، دیدی که قبل از خودت برگشته، بعد برده 2 تا خیابان اون طرف‌تر، دیدی بعد از خودت برگشته، سوار ماشین کرده برده دور شهر، هی میپیچانه، آخر از جاده کمربنده خارج شهر اونجا ویل کرده. بعد زنجی زده خانه که اون گربه نابکار برگشته خانه. بچه‌ها گفتند که بله. گفته بس اون گوشنه با اون بدهید که به من بگوید چطوری بیایم که گم شدم، آدرس از اون میگیره. آخه بسیزی گاماز نفهم آبروی خودت جلوی بچه میبره. خب همونجا که پیاده کرده یواش میانداخته پشت سر گربه، میامده دیجی زنجی هم نمیزده. گاماز نفهم بسیزی زهلم گتمیش.